جمع شوند و خیلی جمع تغییر نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. والصلاة والسلام على رسوله محمد و علی آله و اصحابه و ازواجه و ذریاته و اهل بیته و سلم. اولا خاندان برادر عزیز ما که شریزان خداوند دعا میکنیم که فیض و برکات بگرداند و برادر شاداماد خورشید جان خداوند همراهی تاز عروسش عمری درازی با برکاتی با توفیق بخت سعادت فرزندهای صالح صالحه عالم عالمه فرزندهای حافظای قرآن خادمای شریعت الله ذوالجلال نصیب روزیشون بیارد. و بعدا البته که هر سیکل حال حضرت داملا برآمد کردن انشاءالله که همه سخنهای بهترینی که باید همشه گفتن، اما یک باز خواهشی داری برای گردیدن اگر نه خیلی سخنهای خوبی گفتن که انشاءالله که از نعمتهای پروردگار را شکرگزاری کردن و الله ذوالجلال شناختن. البته که همین کلی حدیث قدسی داریم که الله ذوالجلال بیان میکنه که من وجدتنی وجدت کل شی و من فقدتنی فقدت کل شی. هر کسی که خداوند میگه مرا یافت همه چیز یافت. هر کسی که مرا نیافت پس هیچی نداره. کسی که خدا را داره همه چیز داره. کسی که خدا نداره هیچی نداره. و فقیر و مسکین هم همون کسی را گفته می شود که خدا را نشناخته است، خالق خودش نشناخته است، مالک خودش نشناخته است. البته که خدا را شناختن و خدا را نشناختن همینم شناختن خدا هم یک سعادتی بزرگ است، اما نشناختن خدا گاه ها همین چشم سرمون میبینیم مدامایی که خودی پروفیسور است از خیلی همه چیز حجیره و تمام ویروس و میکروب گاب میزنه چیزایی که به چشم دیده نمیشود. آدمایی هستن که از جرمای آسمانی گاب میزنه، ستاره و از ماه و کهکشان و از سیاره ها و ستاره ها و از کمیته ها و گاب میزند اما خالق خودش نمیشناسد. یعنی پروفیسور شده است تا حال نمیدونه که او را کی خلق کرده است. پروفیسور شده است تا حال نمیدونه که این کائنات و خودش یک صاحبی داره. همه صاحبی کائنات است که شب و روز میکنه و روز شب میکنه و فصلهای سال تغییر میده. همین صاحب کائنات است، خالق است که انسانیت از یک قطره آب حرام از پشت پدر در رحم مادر پیدا میکند. خالق اینها فقط الله است. لیکن از همه چیز گرد میدنه چندین کتاب نویسنده است ولی خالق خدای خودش نشناخته است. مالک نشناخته است که مالک یوم الدین مالک فقط الله ذوالجلال است. پادشاه همه پادشاهان است. پادشاه هست که وزیر ندارد. پادشاه هست که حاجت به مشاور ندارد. پادشاه بی وزیر بی مشورتچی. پادشاهی که پادشاهی و همیشه از دائمی است، ابدی است. همون را چی نشناخته است. با وجودی همه قدر سال خوانده است و دیپلم بسیار گرفته است و کتاب نوشته است و خالقش نشناخته است. البته که برای خیلی آدم ها نه تنها قسمت کرده است بایترین مردم هستی و قسمت الله تعالی راضی بدن هیچی از نشانه ایمانداری است. و قسمت الله تعالی راضی بدن چی است؟ همین قناعت است. خدای شکرانه تنم کشیده، خدای شکرانه خونه دارم، خدای شکرانه تنم صحت است. و شیخ سعدی در یک قصهش گلستان میگفت که یک شهر به یک شهر اومد، پویلیش پا کندن، خونسار شدن، خالی ماغیلان زد
خون آمد پوستو کندن ناخونوش کند بعد در شهر نادر آمده رهده گفت خدایا گفت به همین حیوانات سم داده تو به همین مای بندت حتی یک پوپوشی هم نداده یک پوپوشی من ندارم این حیوان گاو خرابی سم داره اینه در خونه که اون چیزی سخت میشه میرم حضرت میگه که در روزه شهر وقتی که داخل شدم اولین چیزی که چشم افتاد یک کس دیدم که هر دی پشت بریدگی در یک عروبه چرخوره تا دو رفتیسته اول چیزی که دیدم درم میگه خدایا توبه کردم خدایا ببخش مرا که اگر تو به من پوپوشی نداده به من پا داده که راه میگردم بابایی بیچاره پا نداده ولی پوپوشی بسو بیسته هنمی چی هستن که ورزه بما قسم الله لک تکن اغنى الناس راضی باشی به قسمت پروردگار بایترین مردم هستی به قسمت خدا راضی بودن که در همه حال باید شکر کنیم خداوند ما را دارا نکرده است میدونه که را داراش کنم ایره همی برویه خداوند کسی را که مثال به کدام حالتی که کردگیه ای به علم خود شای آن کسی توانگرد نمیگرداند او مصلحتی تو از تو بهتر داند تو مصلحت میگی خداوند ماشین بده خداوند منصب بده خداوند وزیر میکنه خداوند فلان منصب او خدا دونسته تره نمیکنه تا اگر در جای او باشی کاری میکنی که او حیران میشه یک قصه که میاره بدمتر یک بودم میگن حضرت موسی کلیم کوی تو میرفت و بعد یک قشاقی دعا که مرا خدا مرا بته ای سر کرد حضرت موسی را یک قصه یک بعد میگه که حضرت موسی را بود که روز نیازشه خداوند با او گپ زد این گپ زدن خداوند به حضرت موسی و یه کریمه و کلم الله موسی تکلیمو سخن کرد پروردگار با موسی سخن کردگی بعدا میگه گفت که فلانی را بتی خداوند گفت را ما دونسته کم بغلش کردگیم نه بتیش سخت رو بعد مایلش بره وقتی که اومد همین دسته بز گوسفند یا یکی برک کردن بزیچه کردن گاو مول شتر اسب یک بویش بعد حالش دیگه بوی کشید الکه دیگه و بوی گپش دیگه رفتارش دیگه همش یک سال پس اومد که دور کشیدی سنش حضرت موسی گفت چی گپه گفتن که سه جنایت کرده است همین آدمی که بویشید وقتی پلوش هم عرق خود هم زنا کرد هم یک آدم به گناه دیگر ای دیده شوید میشه گفته کشتک سه گناه کرده و سبب سه جرم دور دمی کشنش و حضرت موسی گشت بود توبه کرد واسه خدا آدم شخصیتی نمیگم اون کسی که توانگرد نمیگرداند او مصلحتی تو هست بهتر انا بمرازقنا اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والأكلين كلهم يا رب